درود دوستان عزیز و گرامی، امید که خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان گرامی، در این روزا بعضی از ملاگک های صفحات مجازی صحبت میکنن که طالبان چرا به بانوان اجازه نمیده که درس بخونن و کارشان، بعضیشون میگن که کار غیر اسلامی است. بیایی بریم به منابع شیعه و سنی ببینیم کتابا چی میگن. خب دوستان عزیز، در محمد ابن یعقوب الکلینی در الکافی میگه جعفر الصادق the sixth امام، ششمین امام جعفر صادق گزارش داد که پیغمبر اسلام گفت بانوان نباید از اتاقهای خود بیرون بیان و نباید نوشتار آموزش بدی برشان، اما برشون باید یاد بدی چطور تارریسی یا نخریسی کنن و سوره نور. یه هم عربیش هست اگر خودتان میخوای بگیری که از راویانش رو ببینی که از کی است که شاید شما بگی که ضعیف است. و همینطور دوستان عزیز میریم در یک بخش دیگه در اینجا که خیلی واضح ببینی وسال رحم الله ببینی که برشان میگه که چطوری. یک ذره ایره عکس بگیری دوستان و یک ذره عقب‌تر میایم کامل از این عکس بگیری باز بزرگش کنی. من انگلیسیش میخونم. از ابن حجر الهیثمی میگه پرسیدش از قانون برای آموزش زنان، نوشتار برای آموزش زنان چی است و سوره نور و چی نقل شده و چی پیشنهاد شده، آیا صحیح است یا نه؟ میگه او جواب داد صحیح است. الحکیم میگه نقل کرد ای صحیح است از البیهقی که عایشه گفت که پیغمبر گفته خانم ها نباید از اتاقای خود بیرون بیاین و نباید به اونها نوشتار آموزش داده شود، فقط برشان تارریسی و سوره نور یادشون داده شود. خب دوستان عزیز، کاری که طالب ها میکنن بر اساس گفته های محدثین، مفسرین، علمای اسلام است، حدیث است که در اینجا مقصد در این حدیثی که ما گفتیم یا بخش گفتیم ای از ابن حجار الهیثمی هست در الفتوى الحدیثیه، فتوای حدیث هست که در اینجا خیلی واضح میبینی و چند جای دیگه هم دوستان عزیز که واضح هم در التشیع هم در از تسنن میگن بانوان نباید نوشتار یاد بگیره.